به شما رفقای گل کانال پوریا ویز. تو ویدیوی امروز مستر بیست یه مش آدم گنده و خفن و گوناخ و سریع آورده تا در برابر خفن ترین ربات‌ها رقابت کنن تا ببینیم آیا خفن ترین ربات‌ها میتونن خفن ترین انسان‌ها رو شکست بدن یا نه. بریم بفهمیم. به نظرتون کی میبره؟ سریع ترین مرد دنیا یا سریع ترین ربات دنیا؟ شروع کنید. ما قراره پیشرفته ترین رباتایی که تا ساخته شدن و در برابر نخبه ترین آدما قرار بدیم. مثلا رقابت بهترین راننده دنیا در برابر یه ربات هوش مصنوعی که عملاً قوانین فیزیک به چیپ سمت چپشه. بهترین ورزشکارای دنیا در برابر رباتایی که ممکنه تا چند وقت دیگه جاشونو بگیرن. فقط واسه اینکه بفهمیم آیا دوره سلطه آدما به پایان خودش رسیده یا نه. جوابش ممکنه سورپرایزتون کنه. با قوی ترین مرد دنیا هم شروع می‌کنیم در برابر این مک. آجی این خیلی گولاخه. این ربات 50 برابر قوی تر از چیزیه که حتی یه آدم بتونه خوابش رو ببینه. پس حالا سرنوشت ما و آینده بشریت همش به اراده این مرد بستگی داره. اون قراره با این ربات غول‌پیکر رقابت کنه. آجی قشنگ شبیه این فیلم‌های آخرالزمانیه. دیدی ربات‌ها میان به کشورها حمله میکنن؟ الان این دقیقاً از همون ربات‌هاست که میان و به کشورها حمله میکنن. هر رقابت کنه. ای خدا. یه لحظه پرام ریخت. قوانین چالش سادن. تو باید این سه تا ماشین رو چپه کنی و اون اتوبوس رو از روی بقیه ماشینا پایین بکشی و باید سریعتر از این ماشین انجامش بدی، وگرنه شروع بدی واسه تیم آدما خواهد بود. باس ببرم. پرچم بشریت رو ببر بالا. 3 2 1 شروع کنید. وای خدا جون، اولین ماشین رو چرخون. حالا ببینیم مک چی کار است. وای اونم اولیشو رفت سراغ دومی. یالی این دانشمون خیلی خرزوره. نه رباته داره بهت میرسه. دومی هم برگردون. برای بشریت دانش چی کار میکنی؟ ماشین رو بچرخون. داره بهش فشار میاد. وای خدا، همه ماشینا چپه شدن. حالا قسمت سختش. میتونه با یه زور اتوبوسو بندازه؟ داره سر میخوره. به خاطر بشریت این داره میاد. وای رباته داره بهش میرسه. رفت سراغ آخرین ماشینش. رقابت نزدیکیه. مک به لاستیکا برسه دیگه کار تمومه، چون احتمالا با همون زور اول بتونه اتوبوسو بندازه. داداش جون مادرت آبروی بشریت رو حفظ کن. انسانه داره خسته میشه ولی خب سریعتره. ربات خستگی ناپذیره ولی کنتره. یه بشریت رو حفظ کن. چشم امیدمون به توئه. لاستیکا رو انداخته تو چنگکاش. اینجا رو لاستیکا رو برداشت. الان که ببره. داداش آخرین شانسته. هر چی داری رو کن. بیا دیگه لعنتی. میلیمتری شدی. برای بشریت این مدال طلا از طرف کل انسان‌ها تقدیم به تو با. زنده با. آدم‌ها 1 ربات تا 0. پس یعنی هنوز امیدی به آدم‌ها هست، ولی هنوز 6 تا رقابت دیگه مونده تا بفهمیم ربات‌ها در نهایت از همون جلو میزنن یا نه. پس بریم سراغ رقابت بعدی با سریع‌ترین ربات پرتاب کننده دنیا. جناب علی مشتی هستی؟ نفرما داداش. نئو یه ربات انسان نماست که حرکات شخص کنترل کنندش رو تقلید میکنه، ولی در آینده نزدیک قراره خودش همه کاراشو انجام بده. و این ربات قراره در برابر بازیکن سابق تیم جاینتس اریک سیم مسابقه بده. بریم تو کارش. هیچ شانسی نداری داداش. نشونت میدم. ببینیم و تعریف کنیم. این یارو الان منو دیس کرد. باورت میشه اگه بهت بگم میتونه توپو با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت پرت کنه؟ 240 وای پشمام. واسه اینکه بهتر متوجه بشین، سریعترین توپی که یه نفر تونسته واسه اریک پرت کنه سرعتش نهایتا 160 کیلومتر بوده. واسه همین نئو مجبور شد که توپ پرت کنه اختصاصی خودشو بیاره که توپو براش بندازه. نئو قراره پشت این توپ وایسته، یعنی از لحاظ فیزیکی ربات میتونه قوی تر از انسان ها عمل کنه، میتونه سریعتر پرت کنه، ولی آیا میتونه دقیق تر پرت کنه؟ نئو قراره پشت این توپ وایسته و یه سری کارای رباتی بکنه. نمیدونه آقا مغز من دیگه نمی رباته. اریک اگه بتونی از 10 تا پرتابی که نئو شلیک میکنه یه دونه هومران بزنی، اون وقت آدما 2-0 جلو میافتن. بزن بریم رفیق، به خاطر آدما. خب ببینم چه میکنی. بشریت روت حساب کرده اریک. من که آماده. طلایه‌دار بشریتی شما. بیسبالیای عزیز برین دخیل ببندید اریک ببره، چون اگه نبره این دستگاه رسما امیدتون رو برای حرفه‌ای شدن با خاک یکسان میکنه. ای وای من. خدا
خدا این سریعترین پرتابی نبود که تو عمرت دیدی؟ آره بابا کرک و پرمارزون این دیگه چه کوفتی بود. هنوز 9 تا فرصت دیگه داریم. موفق باشی. نه هر وقت حاضر بودی برو تو کارش. اوه چه سیسی هم گرفته. بابا این اصلا نمیشه. آجی رباته داره مسخرت خب میکنه. بریم بعدی. حاجی یه دونه از اینا بخوره به یارو داغون میشه. من الان گفتم نکنه توپه بخوره به یه جاییش. اگه میخورد تموم بود حاجی، میافتاد. بعد عادلانه نیست. من فکر کردم خود رباته میندازه، اینجوری میندازه مثل بیسبال پلیرها. این داره پشت توپ نشسته. قبول نیست، عادلانه نیست. چرا اینقدر سریعه؟ 7 دیگه مونده. خدا رحم کنه. گن زدم. آجی دیگه کم مونده موج مکزیکی بیاد. ربات‌ها برنده میشن. حاجی داره مثل فورتنایت ایموت میزنه. اصلا با این بچه فروحال نمی کنم. بچپم. آهنگ و رازه اینقدر واسم کوری نخون. حاجی موج سرعت توپه تا اینجا میاد. هر دفعه داره بدتر میشه. اوه نزدیک بود نئو رو بزنه. تونستی توپا بزنی ولی یادت باشه برای بردن باید هوم ران کنی. نباشه تو این دفعه دهنت سرویسه. بیا برو تو منافذم بابا. انسان ها کم نمیارن. باز خاطر بشریت انجامش اریک بده. فقط 4 تا پرتاب مونده. به نظرت از پسش برمیای؟ باید بیام به عشق آدم ها. باید بتونم. وای چه زدی. ای وای. آره جون مادرت برو بیرون. تو رو خدا میره شده. ایوان از آدم ها خوشم نمیاد. موفق شدی. 240 کیلومتر پشمام. این اولین هومرانیه که با همچین سرعتی ثبت میشه. نئو داداش این مدال طلا رو بنداز گردن رقیبت و بهش بگو هیچ پخی نیستی. نظم تو نه ایشون برد. این بدترین لحظه یه زندگیمه. یه کاری کردی ربات غر کرد. یه امتیاز دیگه برای آدما و انسان‌ها الان 2 جلو هن. بریم ببینیم آیا ربات‌ها میتونن کامبک بزنن یا نه. چون تو این چالش آدمو داریم، یکی از دقیق ترین شوت زنای دنیا و قراره با قدرتمندترین ربات شوت زن دنیا رقابت کنه. میخواستم ببینم کی میتونه دورتر شوت کنه، تو یا اون. ولی شوت کن. یا خدا. بلی پس به جاش میریم سراغ رقابت دقت که قوانینش هم خیلی ساده است. هر کی اول توپو بزنه به هدف برنده میشه. آدم واسه بشریت. خب ببینیم چه میکنی. پرچم بشریت رو ببر بالا. میگم داداش حتی تو چارچوبم نزدی. خدایا خودت بشریت رو حفظ کن. آره خیلی زایه بود. میدونیم که این ربات میتونه محکم شوت کنه ولی آیا میتونه دقیق بزنه؟ خیلی نزدیک بود. وای نزدیک فرصت دیگه واسه آدما. داداش حرفی سخنی. ببین هر چی هم باشه اون ربات یه آدم پشتشه که داره کنترلش میکنه دیگه. یه نفر پشت صحنه است داره این دکمه‌هاشو میزنه. در حدی نیستید ربات ها. جمع کنید برید. زنده باد انسانیت. حرفی سخنی. نه وای خدا. اوه آدم داداش میگم یه بار واسه تنوع بزن تو چارچوب. پیش میاد دیگه. ای وای ای وای. آدم هر وقت نزدیک میزنه. ممکنه آخرین شانست باشه. جدی؟ آره واقعا به نظرم آخرش. پس بهتره حداقل توی چارچوب بزنه. آره داداش یه چشم پزشکی برو. انسانیت رو به چخ دادی. آدم خیلی اوضاعش میزون نیست. 3 2 1 آتش. اوه ای وای. عجب. انسانیت خورد تو شکست. ذوقمون. تیم رابطه اولین امتیازشو گرفت. نمیخوای چیزی به رابطه بگی؟ نه نمیتونه جواب بده که. ربات بعدی هم نمیتونه حرف بزنه ولی خوب بلده بسکتبال بازی کنه. چون برای مسابقه بعدی قهرمان 4 دوره NBA مانو جینوبلی قراره با خفن ترین ربات بسکتبالیست دنیا رقابت کنه. استرس داری؟ خیلی واقعا ترسناکه. هر کی بتونه زودتر این 2 تا توپو گل کنه برنده یه چالش. هر چی باشه انسان ها سیسشو دارن. رباتا رو تو قیافه ها رو نگاه کن، همه احمقن قیافه‌هاشون. لااقل ما تو ظاهر چند امتیاز جلوتریم. هر کی بتونه زودتر این 2 تا توپو گل کنه برنده یه چالش. هرچند سبد دوممون با سیخای تیز معاصره شده. خیلی خب بریم تو کارش واسه بشریت. امیدم نکن رفیق. هوامو داشته باش. رفت واسه اولی. برو که رفتی. آره ایول. آفرین همینه. یه راست تو خب سبد. ببینیم آقا ربات هم پسش برمیاد یا نه. دستای گنده ای هم داره. اوه یه جورای خوفناکه. اوه خیلی خب بریم تو کارش.
انداخت. صاف رفت تو سبد. این چیزی که اینجاست که هیولاه. تا منو داره از بشریت در برابر ربات‌ها دفاع میکنه، بذارید از این هیبریدای جدید مستر بیس لبز براتون بگم. حالا دیگه میتونید با ترکیب این قطعه ها میلیون ها مدل مختلف بهتر بسازید. تسلیم شی رفیق. گرفتی؟ بریم تو کارش. برو تو کارش، تو میتونی. مانو پرتابشو از خدا. دست داد. ولی شما حواستون باشه که انیمیشن جدید مستر بیستو که داریم دوبله میکنیم از دست هر ندید. کدوم از پک های قطعه کمیاب مثل این پلنگ هایپرکروم داره، پس برین جمعشون کنیم. اگه این یکی هم بندازه واقعا حقشو ببره. ننداز تو سمت، بنداز تو کلما. یا خود خدا. خطا زده ایول. اگه شما هم هیبرید خودتون رو میخواید برید و از این فروشگاه ها تهیهش کنید. مانو جان مادرت این یکی رو بزن. خیالت راحت. این تن بمیره. این بار میتونی. این یکی دیگه میشه. اینم بیرونه. داره آماده میشه. اگه اینو بندازه تو سبد تو رسما باختی. بنداز بیرون. فکر نکن. ربات بازیو برد. لعنتی. حالا دیگه ربات‌ها با آدما مساوی شدن. آخه واقعا دقت ربات ها چون سیستمیه دیگه میتونه خیلی بیشتر از انسان باشه. یعنی ربات ضربه رو که میزنه نیم میلیمتر رو یادیم ورتر ضربه بعدی رو میزنه. اون انسانه ممکنه خطاش بیشتر باشه و توی اکیوریتی یا دقت مطمئنا ربات ها میتونن یه سر و گردن بالاتر باشن از انسان ها. حالا دیگه ربات‌ها با آدما مساوی شدن. شرمنده داداش. کارت خوب بود. حالا که همه چی به تساوی کشیده شد ببینیم کی میتونه دوباره خودشو بالا بکشه. این یکی چالش مورد علاقه خودمه، چون یکی از سریعترین راننده های دنیا قراره با ماشینی مسابقه بده که رسما خودشو میرونه. البته رباتش پشت فرمون نمیشینه، در واقع این پشته. اینجا مغز هوش مصنوعی ماشینه که میتونه خیلی سریع واکنش نشون بده و این ماشین رو تبدیل کنه به سریعترین خودروی بی سرنشین دنیا. وای به حق چیزایی ندیده. هم جورج و هم هوش مصنوعی هر دو با یه مدل مرسدس مسابقه میدن. بزن بریم. اول میریم سراغ ماشین هوش. یه حسی بهم میگه شاید تو این انسانه بتونی بهتر عمل کنه، هرچند تکنولوژی ماشین‌های خودرانم به لطف داشتمون ایلان ماسک و تسلا خیلی پیشرفت کرده. اول میریم سراغ ماشین هوش مصنوعی. 3 2 1 حرکت. اوی سرعتو ببین. میرونتش. هیچ کی توش نیست. آها پیچ اول خوب رد کرد، دومی هم خوب بود. های چه دقتی هم داره. اصلا انتظارشو نداشتم. تا اینجا 1 دقیقه و 1 ثانیه شده. ببین پیچارا با چه سرعتی رد میکنه. گمونم حداقل 140 تا رو میره. اگه این پیستو زیر 2 دقیقه بره واقعا رکورد خوبی. پسرت زیر 2 دقیقه میزنه. داره میاد. وای ماشین AI دورش رو تموم. چقدر شد؟ 2 دقیقه و 1 تو ثانیه. باید زیر 2 دقیقه و 1 ثانیه بزنی داده. اینم ماشین تقدیم شما، دقیقاً همون مدل ماشینه. بهش میخوره سریع باشه. حواست باشه جورج، سرنوشت بشر ممکنه به این مسابقه بستگی. از راستم سوار شد، احتمالاً انگلیسی استرالیایی جایی هستن چون اونان که فرمونشون اینوره. حواست باشه جورج، سرنوشت بشر ممکنه به این مسابقه بستگی داشته باشه. خب آماده رفیق؟ 3 2 1 نه فرمونش سر جاشه ولی نمیدونم چرا از این ور سوار شد. برو. کی بهتره؟ انسان یا رباتا؟ بزن بریم. البته عادلانه نیست چون مستر بیست تو این ماشینه هست. یعنی اینا در واقع اون ماشینه خالی بود، سبکتر بود، میتونست خیلی سریعتر بره. الان 2 نفر آدم وزنشون به این ماشینه اضافه شده، اینم باید در نظر بگیریم. بزن بریم. برو گاز بده جار. پیچو خیلی تمیز رد یا کرد. خدا. وای یه لحظه رفت رو دیری. ماشینه چه قرشی میکنه. خب اینم از یه پیچ تمیز جا دیگه. دیگه کم کم داشتم به خودم میترسیدم. های خودشون داره 220 تا سرعت میره. بیا به هوش مصنوعی نشون بدیم ما برای کی مرد زایده. نه تا وقتی من اینجام. تو میتونی پسر گاز بده. های لاستیکا چه جیغی میزنن، چیز بدیه. خب نباشه بهتره ولی الان اوکی. 2 ثانیه از زمانی که ماشین هوش مصنوعی تو این نقطه بود عقبی. آفرم این نمیشه. یکی رو